یک شاخه گل، برنامه شماره 415. این برنامه با همکاری عبادی، گلپایگانی، مجد، همایون خرم و جهانگیر ملک در دستگاه شور تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از دهقان سامانی، ده خدا. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک. دست بر آن زلف بیقرار برآرم، عشق تو بر من قرار اگر بگذارد. زان رخ گلگون که مانع است رقیبش، گل بتوان چید خار اگر بگذارد. پای دل از حلقه جنون به در آرم، پای دل از حلقه جنون به در آرم، سلسله زلف یار اگر بگذارد. تو اسیر کرده به خواریم، نکنی نظاره به زاریم. به کمند غم همه داریم، نکشی مرا نه رها کنی. چون ندیده ام ز تو من وفا، به جفای تو شده ام رضا. همه حیرتم که به من چرا نه وفا کنی نه جفا کنی.
در شعله آن شمع که افروخته بودم، ای کاش که پروانه صفت سوخته بودم. آیین وفا نیست در این عهد و زمان. من درس وفا را ز که آموخته بودم. من درس وفا را ز که آموخته بودم. افسوس که روشنگر بزم دگران شد.
که روشنگر بزم دگران شد، شمی که به سوز جگر افروخته بودم جانم. یک رنگی و تسلیم و صفا را همه ای عشق در سینه به سودای تو، در سینه به سودای تو اندوخته بودم. جان
به تمنای تو رسوای جهان گشت. ای آفت هستی، ای آفت هستی، من دل سوخته بودم. جانا در شعله آن شب که افروخته بودم، امان آخ جانم آیده. در شعله آن شب که افروخته بودم، ای کاش که پروانه سپد سوخته بودم جانم. در شعله آن شب که افروخته بودم، ای کاش ای کاش که پروانه سفد سوخته بودم.
در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته‌ای. نقد سالک نیست جز تیمار قلب خسته‌ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد سود؟ گفت در بهار عمر ز اظهار حقایق دسته‌ای. گفتمش در سینه ها این توده دلنام چیست؟ گفت ز اسرار نهانی قسمت برجسته‌ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان‌زای عشق. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان‌زای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته‌ای؟ کسی که شوری به سر ندارد، به روی خوبان نظر ندارد، میار نامش شمار خامش، که از حقیقت خبر ندارد. کنند منع دلم ز زلفش، که خیز و بگریز اگر به هوشی. چگونه خیزد چه سان گریزد ز دام مرغی که پر ندارد.
این بود شاخ گل 415.